ضرر میکنی اگه این چند نکته رو موقع خرید آپارتمان ندونی. اولین نکته توی خرید آپارتمان وجود نورگیر مناسب به پذیرایی، آشپزخونه و اتاق خواب هستش. خونه هایی که نورگیر مناسب دارن قطعاً از تهویه هوای مناسبی بهره مندن. دومین نکته وجود دیوارهای مناسب توی آشپزخونه برای اجرای کابینت و یک فضای مناسب برای اجرای جزیره هستش. سومین نکته که نکته خیلی مهمی توی خرید آپارتمانی که باید بهش رعایت کنید، از بیرون وقتی یک شخصی ایستاده باشه به حریم خصوصی اتاق خواب، پذیرایی و آشپزخونه شما دید نداشته باشه و این نکته خیلی مهمیه. و نکته مهمتر از اون، وقتی کسی داخل پذیرایی نشسته به سرویس بهداشتی و درب ورود اتاق خواب شما اشراف نداشته باشه. و این پلان یه نکته خیلی مهم و نقطه قوتی که داره وجود یک تراس با ابعاد مناسب و قابل چیدمان و این تراس به نور مستقیم خونه و تهویه مناسب اون آپارتمان این کمک شایانی میکنه.